از سال 1928 تا 1940 در فوریه سال 1928 اولین کامیون ساخت ولوو از خط تولید بیرون آمد. در ساختمانی نزدیک به جایی که امروزه دفتر مرکزی ولوو واقع شده است. حتی در این مراحل ابتدایی از توسعه کامیون‌های ولوو از لحاظ کیفیت و اطمینان پذیری استانداردهای بسیار بالایی داشتند، مخصوصا در مقایسه با کامیون‌های غیر سوئدی که متناسب با آب و هوا و جاده‌های بد سوئدی ساخته نشده بودند. این کامیون جدید سری 1 نامگذاری شد و خیلی سریع به موفقیت رسید. برنامه ابتدایی این بود که 500 کامیون 4 سیلندر سری 1 تولید شود و بعداً کامیون قوی‌تر 6 سیلندر معرفی شود. اما 500 کامیون اول در زمان خیلی کوتاهی فروخته شدند و 500 کامیون دیگر با نام سری 2 تولید شدند. دهه 1930 دهه موفقیت رو به رشد و محصولات بهبود یافته برای ولوو بود. اگرچه نسل اول کامیون‌هایش به نظر قدیمی می آمدند، اما ولوو خیلی سریع خودش رو به سازندگان جا افتاده دیگر رساند. تا اواسط دهه 1930 به واسطه یه سری جدید الوی، ولوو کامیونساز غالب در کشورهای نوردیک شده بود. سری کامیون‌های جدید الوی 66 و الوی 68 در سال 1931 معرفی و بسیار محبوب شدند. مخصوصا نسخه سبکتر با موتور هسلمن جدید که به جای بنزین از دیزل استفاده می‌کرد. سری‌های الوی 71 و الوی 73 هم بسیار محبوب شدند. تا حدی که میتوان گفت این دو سری ولوو را به عنوان یک صادرکننده بزرگ کامیون تبدیل کردند. این کامیون ها موتور سوپاپ بغل، جعبه‌دنده 4 سرعته و یک محور کاهشی پشتی داشتند. به دنبالشان الوی 75 عرضه شد که خیلی زود به خاطر کاربردهای خاص مانند حمل و نقل زباله محبوب شد. سپس سری کامیون های توزیع سبک الوی 76 78 و پس از آنها مدل الوی 79 در 1936 عرضه شدند. در سال 1937 سری مدل های الوی 18، الوی 19 و الوی 29 معرفی شدند و حالا به تولید سالانه تقریباً 5000 دستگاه رسیده بودند. از سال 1940 تا 1964 نیمه اول دهه 1940 البته درگیر جنگ جهانی دوم بود، اما در سال 1946 سری ال29 به عنوان اولین کامیون قدرتمند دیزلی سنگین معرفی شد. همچنین سری راوند نوز دماغگرد در سراسر دهه 1940 با موتورهای 90 و 105 اسب بخاری تولید شد. ظاهر کامیون‌های دماغگرد تا حد زیادی تأثیر گرفته از کامیون‌های آمریکایی، انگلیسی و آلمانی آن دوره بود. بیش از 10,000 دستگاه از این سری فروخته شد. شاید هیچ دهه دیگری به اندازه دهه 1950 در توسعه و پیشرفت کامیون‌ها مؤثر نبوده. معرفی کابین‌های جاخوابدار و فرمان‌های خودکار کار رانندگان را آسان‌تر کرد و به طور کلی اهمیت حمل و نقل با کامیون بالا رفت. سال بعد LC34 عرضه شد و در سال 1954 مدل‌های L36 و L37 معرفی شدند. این نسل جدیدی از کامیون ها بود که هر نسخه از قطعات مختلف بیشماری استفاده می کرد. موتور بنزینی پیستون بغل، موتور بنزینی بالاسری یا موتور دیزلی همگی گزینه های مشخصی بودند. معروفترین کامیون تاریخ ولوو بدون شک L38 و L48 وایکینگ بود. وایکینگ ابتدا در اصل نسخه کمی ارتقا یافته کامیون دیزلی دماغگرد L24 بود با گلگیر و کاپوت جدید، اما مدام با موتورهای جدید و قوی‌تر و اجزای مدرن‌تر شاسی ارتقا پیدا می‌کرد. در سال اول تولید کامیون L38 توان خروجی این موتور فقط 100 اسب بخار ترمزی بود، اما به مرور به کمک توربو شارژ کردن این رقم به 125 اسب بخار ترمزی رسید. کامیون L42 جانشین کامیون L34 شد که سال 1950 معرفی شده بود. در مقایسه با این مدل دماغ صاف فاصله بین محوری و طول کلی خیلی کوتاه‌تری داشت و مجهز به موتور تازه تولید V8 بود. از سال 1965 تا سال 1979 در سال 1965 برنامه جدید محصولات سیستم 8 اجرا شد و سری‌های جدید توسعه یافته F و L و N معرفی شدند. F86 همچنین سال 1965 معرفی شد و اواسط دهه 1960 F86 در انگلیس معرفی شد و طولی نکشید که ساخت F86 در اسکاتلند هم آغاز شد و خیلی سریع تبدیل به محبوب ترین کامیون در انگلستان شد. شاید مهمترین توضیح برای موفقیت F86 امکانات انطباق دادن F86 با هر عملیات حمل و نقلی باشد. از توزیع کالا در مناطق شهری گرفته تا خدمات اجتماعی، حمل و نقل‌های ساخت و سازی و غیره. کامیون‌های F عملیات‌های سبک در سال 1975 توسط ولوو معرفی شدند در چندین مدل که مناسب انواع عملیات‌های حمل و نقلی بودند. در اواسط دهه 1970 همه کامیون سازان نگران ایمنی نبودند.
به همین خاطر از هر 4 سازنده 3 مورد علاقه‌ای به تقویت کابین کامیون‌هایشان نداشتند که برای تحمل تست سخت سوئدی تصادف با ایمنی کابین لازم بود. البته برای ولوو تقویت همه کابین‌های سبک F الزامی بود. کامیون‌های F4 و F6 بسیار محبوب شدند و در بخش حمل و نقل‌های متوسط سهم بازار ولوو را به شدت افزایش دادند. در سال 1977 F10 و F12 معرفی شدند. این کامیون‌ها استاندارد کاملا جدیدی را برای ارگونومی و ایمنی ایجاد کردند که خیلی زود تبدیل به بزرگترین موفقیتی شد که ولوو تا آن روز تجربه کرده بود. اواخر سال 1978 F7 معرفی شد. F7 به معنی واقعی کلمه کامیونی جهانی بود. خیلی زود تبدیل به پرفروشترین کامیون تقریبا در تمام اروپا شد و همچنین در بازارهای دوری مانند استرالیا و ایالات متحده پرفروشترین بود. بخشی از موفقیتش به لطف موتور توربوشارژ شده به همراه خنک کننده سیال و جبه‌دنده های کارآمد 8 یا 16 سرعته بود. از سال 1980 تا 2000 در دهه 1980 کامیون‌ها حتی پیچیده‌تر شدند. موتورها بهتر، قوی‌تر و مهمتر از همه سازگار با محیط زیست شدند و با افزایش استفاده از سیستم‌های تعلیق هوایی، جاده‌ها و کالاها، رانندگان تجربه خیلی راحت‌تری در جاده‌ها به دست آوردند. وقتی ولوو در تابستان سال 1985 دو خانواده FL6 و FL7/FL10 از کامیون‌های سنگین را معرفی کرد، در واقع نمایشی از قدرت بود. هر دو خانواده از کامیون‌های کاملا جدید بودند و در مقایسه با رقبایش در همین بخش ویژگی‌های متمایزی داشتند. F7 با گزینه موتور 10 لیتری بسیار قدرتمند با توان خروجی تا حد اکثر 318 اسب بخار ترمزی. جالب توجه ترین مدل با ویژگی‌های جدید در سال 1987 مدل F16 بود. یک مدل کامیون کاملا جدید با قوی ترین موتوری که در کامیون‌های بازار پیدا می‌شد. ساخته شده برای حمل و نقل کالاها در مسافت‌های طولانی. در سال 1993 مدل‌های FH12 و FH16 معرفی شدند با موتور D12 جدید و انقلابی. بازه توان این موتور بین 340 تا حد اکثر 660 اسب بخار ترمزی است و کامیون‌ها را می‌توان با 2، 3 یا 4 محور انتخاب کرد. با 1، 2 یا حتی 3 محور فعال. خانواده FH کامیون‌های ولوو جایزه کامیون سال را در سال 1944 برنده شد و امروز یکی از موفق‌ترین خانواده‌های کامیون تاریخ است و از سال 1993 تا به حال بیش از 400,000 دستگاه از آن فروخته شده است. سری FM بهار سال 1998 معرفی شد و تمام خانواده‌های کامیون‌های ولوو حالا با موفقیت نوسازی شده بودند. از سال 2001 تا 2011 در سال 2001 خانواده‌های FH و FM با کابین‌هایی با آیرودینامیک بهتر و چراغ‌های کارآمدتر ارتقا پیدا کردند. جلوی کابین بازبینی شد و همزمان مهمترین تغییر در زیر پوست مدل بازبینی شده این کامیون اعمال شد. قوی‌ترین ویژگی جدید موتور D12 خط فاصله 500 با توربوی ترکیبی بود که نه فقط یک بلکه 2 توربوشارژ داشت. همچنین جبه‌دنده اتوماتیک آی شیفت حالا در دسترس بود. همچنین موتور کاملا جدید 16 لیتری خطی و 6 سیلندری FH16 با 610 اسب بخار. در سال 2005 ولوو مدل حتی قوی‌تر FH16 را معرفی کرد با 660 اسب بخار ترمزی و رقم گشت آور 3100 نیوتن متر. همراه با جبه‌دنده یا شیفت این ترکیب حالا رویای قوی‌ترین کامیون در این صنعت را به واقعیت تبدیل کرده بود. با ارگونومی بهتر، ایمنی و راحتی، یک جبه‌دنده کاملا اتوماتیک. در بهار سال 2006 ولوو FE و FL در دسته متوسط معرفی شدند با موتور قدرتمند D7E با توان خروجی بین 240 تا حد اکثر 320 اسب بخار. در سال 2010 ولوو FMX معرفی شد که تا حدودی مشابه سری عادی FM بود و به طور خاص طوری طراحی شده تا مناسب نیازهای بسیار خاص با بارهای سنگین در ترکیبی از زمین‌های ناهموار، جاده‌های مناسب، سایت‌های ساخت و ساز خشن و شرایط آفرودی باشد. با عرضه ولوو F16 750 در پاییز سال 2011 FH16 دوباره جایگاهش رو به عنوان قوی‌ترین کامیون دنیا به دست آورد. با 750 اسب بخار و حد اکثر گشت آور 3550 نیوتن متر از همه کامیون‌های دیگر پیشی گرفت. از سال 2012 تا حالا وقتی سری جدید ولوو FH در سال 2012 عرضه شد، مانند نسل‌های پیشین یکی از موفق‌ترین کامیون‌های ساخته شده تاریخ در دنیا بود. ولوو FH به مدت 19 سال نمادی در این صنعت بوده و قصد داشت به راهش ادامه دهد. سری FH یکی از موفق‌ترین سری کامیون‌های تاریخ است و بیش از 400,000 دستگاه از آن در سرتاسر دنیا فروخته شده است. بیرون و درون کامیون طراحی کاملا مدرنی پیدا کردند
و امروزه یکی از مدرن‌ترین، خلاقانه‌ترین و منحصر به فردترین مدل کامیون‌های موجود در بازار هستند و گستره وسیعی از راه‌حل‌های مختلف را متناسب با نیاز هر شرکت ارائه می‌دهند. در سال 2022 تولید خانواده‌ای کاملاً برقی از کامیون‌ها آغاز می‌شود. ولوو قصد دارد فروش کامیون‌های برقی قدرت گرفته از سلول‌های سوخت هیدروژنی را در نیمه دوم این دهه آغاز کند. هدف ولوو این است که تا سال 2040 تمام خانواده‌های محصولاتش بدون سوخت‌های فسیلی کار کنند. کامیون‌های ولوو دگرگونی شگفت انگیزی را تجربه کردند و دنبال کردنشان در دهه آینده نیز بسیار مهیج خواهد بود. ممنون که تماشا کردید و فراموش نکنید برای ویدیوهای بیشتر عضو کانال شوید.